جمعه ها که میشه من بیشتر میرم خونه مادر جونم تا ازش کلی چیزای خوب یاد بگیرم. این سری داشت چیزی درست میکرد که میدونم اگر یاد بگیری کلی تو هزینه‌هات و صرفه جویی میشه. میره کره میخره و میریزه توی نایلون و بعد میذاره توی آب جوش تا به این صورت باز بشه. بعد اینطوری لبه ظرف میذارش تا دوغ از روغن جدا بشه. گفت این روش خیلی عالیه و طعم روغنش محشره. حتما روی برنجت بریز بعد ببین چه عطر فوق‌العاده‌ای از خودش پس میده. باورتون میشه خودش توی خونه روغن کنجد درست میکنه. 2 لیوان کنجد رو با 2 لیوان آب میذاره تا 2 ساعت خیس بخوره. بعد آب کش میکنه میریزه توی تابه تا تفت رنگش که عوض شد میریزه داخل میکسر تا کاملا میکس بشه. بعد میریزه داخل تابه بهش یه پارچ آب اضافه میکنه و هم میزنه. دوباره بهش آب اضافه میکنه و هم میزنه تا به روغن بیافته. ببین اینجا چه کار میکنه، با ملقه تاپ تاپ میزنه روش. بعدم از صافی ردش میکنه و میریزه توی شیشه. به همین راحتی روغن کنجد ناب خونگی درست کرد. روغنای گیاهیش که معرکه است، مخصوصا برای آش یا تزیین غذا. توی قابلمه آب جوش نمک میریزه. بعد از ویدیو هر سبزی دیگه دلش بخواد میریزه داخل. 15 شماره میشمره، بعد آب کش میکنه میریزه داخل آب. یا دستمالم میذاره آب اضافیشو میگیره، بعد خوردشون میکنه. میریزه داخل یه کاسه، بهش روغن زیتون یا هر روغنی که دوست داره اضافه میکنه. بعد از 2 ساعت از یه پارچه به این صورت رد میکنه تا کاملا صاف و یک دست بشه. آخه رنگشو ببین بی‌نظیره. میگه روغنی که قبلا توش چیزی سرخ کردی رو اینطوری تمیز کن. نشاسته رو با آب قشنگ مخلوط کنه بریز توی روغن داغ. خیلی قشنگ و راحت همه ناخالصی روغنو میگیره و روغنو صاف و تمیز. حالا به افتخار مادر بزرگم و همه مادر بزرگای دنیا یه لایک خوشگل بزن. پیج منم فالو کن و همراه هم باش. تا هرچی از مادر بزرگم یاد میگیرم برای شما به اشتراک